سلام دوستای خوب من، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید و هفته خوبی رو انشاءالله شروع کرده باشید. در پناه خداوند قرار در آرامش باشید. دوستای عزیزم خوش اومدید به کانال ونسا تاروت. کسانی که تازه وارد کانالمون شدن که خب قدمشون روی چشم و عزیزانی دلم که اولین بار هست ویدیوهای ما رو میبینید، کانال رو سابسکرایب کنید و حتما عضو خانواده ونسا تاروت باشید که هم کنار دوستان هم ارتعاشی خودتون قرار بگیرید و همین که جواب نیت هاتون رو بتونید دریافت بکنید و انرژی هاتون رو با من همسو بکنید. عزیزان دلم، موضوع امروزمون این هستش که اولی که میخوام یک کارت تاروت امروز براتون بکشم، ببینیم که پیام تاروت برای امروز شما چی هست و بعد اینکه میخوایم ببینیم که تو زندگی طرف مقابلتون از نظر احساسی چه خبره. از نظر احساسی خیلی خوب، ویدیو جذابی خواهد بود. تا انتها همراه من باشید. میریم برای شروع. در ابتدا کارت های احساسیش رو بکشیم. نیت کنید هر شخص مد نظرتون هست رو بیاریم توی ذهنتون، ببینیم که از نظر احساسی چه خبر هست. قراره که چیا بدونید. یه کارت هم از اون تخمه ها بکشیم. کارت تاروتتون برای امروز ببینم که چی هست. کارت تاروت امروزتون، پیام تاروت امروزتون چی هست؟ آماده اید؟ آماده برای شروع؟ بچه بانوی شمشیر، ملکه شمشیر که خیلی با اقتدار نشسته، شمشیرش رو برده بالا و یک دستش هم بالاست، سرش رو انداخته پایین و داره با جسارت و قدرت صحبت میکنه. این شمشیر شمشیر عدالت هست، شمشیر منطق هست. داره به شما میگه که حقیقت رو بالاتر از احساساتتون قرار بدید، یعنی منطقی باشید. میگه شما روزی هستش که باید حقیقت رو بالاتر از احساساتتون قرار بدید. امروز احتمال داره موضوعاتی رو تجربه کنید که درباره بعضی اتفاقات، بعضی مسائل، حقیقت‌های ممکنه براتون افشا بشه امروز و روزی هستش که باید احساسی بودن رو بچه کنار بذارید و با قاطعیت با موضوعات برخورد بکنید. اگه مجبور به تصمیم گیری هستید، کاملا واقع بین و منطقی باید تصمیم بگیرید. این کارت منطقی بودن. کاملا اگر مجبور به تصمیمی هستید امروز، کاملا واقع بین و منطقی تصمیم بگیرید. همه جزئیات رو باید بررسی کنید و از اینکه عجله تو تصمیم گیری داشته باشید یا یک تصمیم گیری احساسی اگه دارید، از عجله پرهیز کنید. با عجله نه، با منطق، با حقیقت روبرو بشید. افشا میشه حقیقت های شاید براتون مقاطعه، خیلی فرد قاطعیه دیگه. این فرد ظاهرا ممکنه شخصی باشه که خیلی خشمگین و عصبانی به نظر میرسه، اما شخصی که عدالت رو رعایت میکنه، شخصی که قلب مهربانی داره، اما ظاهرا جدی هست. و این یعنی چه؟ یعنی حقیقت رو بالاتر از احساس قرار میده، منطق رو بالاتر از اینها قرار میده. این پیام تاروت، کارت تاروت امروزتون بود. بسیار خوب، بریم برای وضعیت احساسی طرف مقابلتون. خیلی عالی. خب بچه، کارت های احساسیمون داره نشون میده که این فرد قراره که یک حرکت رو به جلو داشته باشه. یک حرکت رو به جلو بعد از یک دوره خرابی، هرج و مرج خیلی زیاد و در واقع مشکلات خیلی زیاد، شاید رابطه هاتون کات یا بلاک هست، سرد هست یا هر چیزی که هست، یک حرکت رو به جلو براش دیده میشه و حالا ممکنه که تو سفری جایی هم باشه، مسائلی مربوط به درمان،
پزشکی، اینجور جاها ممکنه که تحصیل، یک جاها اینجوری هم رفت آمد داشته باشه. اما از نظر احساسی داره میگه که بعد از یک دوره رابطتون خرابه و یک دوره خرابی رو پشت سر میذارید، اما دارید همدیگر رو فالو میکنید، همدیگر رو چک میکنید، دنبال همدیگه میگردید. این فرد همین الان هم داره دنبال شما میگرده، حالا تو اینستاگرامتون، توی سوشال مدیاتون عکساتون رو نگاه میکنه، آنلاین های همدیگر رو چک میکنه، از این دست کارها. داره میگه که بعضی اتفاقها در مسائل شما بزرگ نمایی شدن که نیاز نبوده اینقدر بهشون پر و بال داده بشه. یعنی یه مسائلی بوده که اصلا نیاز نبوده اینقدر جزئیات بزرگ بشه و بزرگ نمایی بشه، چون مشکل ایجاد کرده، یک سری سوء تفاهم یا هر چیز دیگه. بچه آدم های حسود و درو افتادن هنوز تسلطشون روی رابطه احساسی شما دیده میشه. از طرف سمت مقابلتون هم هستا، از سمت طرف مقابلتون این اتفاق، این آدم ها. این فرد خیلی سعی میکنه بر حقوق خودش وایسته و در مقابل اجماع قرار بگیره، اما یه ذره قدرتش در برابر اینها کم هست. خیلی سعی میکنه وایسته ولی قدرتش یه ذره کم هست. یا میگه که آدم هایی هستن که خیلی پیگیر رابطه شما هستن، رابطه احساسیتون، از طرف اون آدم هستن، پیگیر رابطه احساسی شما هستن. اما در کنار همه اینها میگه که گاهی انرژی همدیگر میخوردید، گاهی درگیر ناهماهنگی تو رابطتون میشدید و این ناهماهنگی انرژی منفی وارد میکرد تو ارتباطتون. اما این شخص داره به شروع دوباره این فکر میکنه، به یک شروع دوباره، به یک ساختن دوباره، نمیدونم، ساختنی که همراه با غم هست. اما چون شما رو فرد رمانتیک میدونه، یک دوست خوب، یک حمایت احساسی خوب از شما دریافت کرده، یک حمایت احساسی که ماندگار هست از شما دریافت کرده، به شروع دوباره و ساختن دوباره با شما فکر میکنه. حالا دلش یا دیدار میخواد، یا میخواد راجع به این قضیه باهاتون صحبت بکنه، یا مثلا یک همچین چیزهای دیگه، یک ساختن دوباره، یک شروع دوباره با شادی و خوشحالی. اما این قضیه مستلزم زمان هست. میگه که یا زمان زیادی از فاصله بین شما گذشته و این زمان زیاد یک ذره دلهاتون رو نسبت به هم سرد کرده، یا اینکه میسپره به زمان، عجله ای نداره، واگذاری کارها به زمان و عدم عجله ای نداره، چون نیاز میبینه که بایستی که بینتون صبر باشه. فعلا صبر کرده. بذارید ببینیم چرا صبر کرده. اون که ساختن در کنار همه این داستان ها، رقبا، مخالفت ها، مشکلات خودش، هرج و مرج های بینتون شما رو دنبال میکنه و دلش میخواد دوباره بسازید با هم دیگه، اما زمان نیاز هست. این زمان رو چرا میخواد؟ بذارید ببینیم که زمان رو به این دلیل میخواد که به دست آوردن دل شما رو یه ذره سخت میبینه. حس میکنه که لاو استوریتون، کتاب عشقتون، کتاب داستان عشقتون بسته شده، تمام شده. یا یک سری چیزهایی هستش که رازهایی هستش که بچه شما نباید ازش باخبر بشید. این آدم یا جرأتش رو نداره، یه ذره بزدل دیده میشه، جرأتش رو نداره، سعی میکنه اجماع کنه در برابر اینها و وایسه در برابر اینها و هر چیز دیگه، ولی یه ذره جرأت و بزدلش ضعیف هست تو این قضیه. یک دلیلش این هست، یک دلیلش این هستش که به دست آوردن دلتون رو یه خورده سخت میبینه. شاید ستاره های شما فعلا در حالت افول هست، یعنی شاید این پیام برای شما هستش که فعلا بهتره که این زمان رو هر دو داشته باشید، هر دو صبر کنید، هر دو صبر کنید. ستاره هاتون ممکنه که افول کرده، هر دو یک دوره تلخ، تجربه همراه با افسردگی، ناراحتی، درد و رنج رو پشت سر میذارید
و این شخص باید مسائل اضافی رو از زندگیش پاک بکنه و اهدافش رو کاملا مشخص کنه. با هدف بیاد. یک معنی دقیق تر و واضح تر که با توجه به همه این کارت ها میده، میگه که این زمان لازم هست تا این شخص هدفش مشخص بشه، تکلیفش و هدفش از رابطه مشخص بشه، هدفش از زندگی مشخص بشه. به خاطر اهداف این زمان اینجا لازم هست. خب میخوام یه کارت بکشم که حس لحظه‌ای و قلبیش، این از نظر احساسی بود دیگه، تو زندگیش از نظر احساسی خب هرج و مرج دیده میشه، دور و برش آدم‌های حسود دیده میشن، از نظر احساسی بزرگنمایی در مسائل دیده میشه و همه چیز هی به تأخیر میفته تو مسائل احساسیش، به تعویق میفته و هی مانع ایجاد میشه. این مانع ها حالا هم از جانب خودش میتونه باشه، هم از جانب اشخاص دیگه. ولی حالا میخوام ببینم که ته قلبش احساسش همین الان ته قلبش احساسش واقعا چی هست. اوه چه کارتی در اومد. فرد رمانتیک ته قلبش واقعا شما رو دوست داره. احساسی از احساسات براش با ارزش هستن و علاقه دیده میشه. نگاه کنید که انرژی کارت رو بگیرید. داره میگه که خب این شخص علاقه‌مند هست و موقعیت عشقش رو دوست داره، سرشار از عشق هست، جاذبه عمیق بین شما دیده میشه، جاذبه خیلی عمیق بین شما دیده میشه و احساساتی که مثل روز اول هستن، احساساتی که همینطور نو و تازه هستن، در شرایط انتظار دیده میشه بچه ها. و یک شاخه گل هم که دستشه دیگه، از رمانتیک بودن و احساسی بودن صحبت میکنه با ما. چقدر جالب در اومد. انشالله که همینطور باشه و کسانی که همدیگر واقعا دوست دارن بتونن که مشکلات رو پشت سر بذارن و دوباره به سمت همدیگه برگردن و روزهای خوبی رو با همدیگه دوباره شروع بکنن. الهی آمین. برای همدیگه دعا بکنید و انرژی های مثبت بفرستید. سرشار از انرژی های مثبت باشید. به هر چیزی که فکر کنید دوستان عزیزم اون رو جذب میکنید و بدن شما، حتی فیزیک شما واکنش نشون میده به اون مسئله. وقتی که ببینید آدم ها به یک میبینید ذهن میاد یه وقتایی یک شرایط غمگینی رو متصور میشه، مثلا از دست دادن شخصی از اعضای خانواده، دوست رو متصور میشه، تو ذهنتون میبافید، حتی مراسم، اصلا اینها بر همه هستن، ناخودآگاه تو این چیزها رو میبافید، بعد گریه‌تون میگیره. یا مثلا ذهن میاد افکار سکسی تو ذهنش میسازه، خب میاد به فکر میکنید به این مسائل و بعد حتی ممکن انقدر پیش بره که بدنتون واکنش نشون میده، بدن تغییراتی ایجاد میشه و حتی ممکنه که در انتها اتفاقاتی بیفته. راجع به اینا رو گفتم که ملموس باشه براتون اینا رو گفتم که ملموس باشه، که چیزهایی که معمولا همه تجربه میکنن. راجع به همه چیز همینطوره. زمانی که شما به چیزهای منفی فکر کنید، اونها حتی فیزیک شما واکنش نشون میده، تو زندگی شما، تو ارتعاش شما تاثیر میذاره. 100% فیزیک شما رو فکر شما روی فیزیک شما تاثیر میذاره و فیزیک شما واکنش نشون میده. خیلی مثال ها ملموس بودی، قطعا همتون میدونید. به چیزهای مثبت فکر کنید. همین که یک انرژی منفی، یک انرژی غم، یک انرژی غصه فکرش میاد تو سراغتون، تغییر موقعیت بدید. پاشید، بشینید، راه برید، سرتون رو گرم کنید، کتابی بخونید، نذارید بیاد سمتتون. به چیزهای خوب فکر کنید که ذهن میسازه، بدن واکنش میده و روی روال روزانه شما تاثیر میذاره. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.